عن انس رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم. رواه احمد و طبرانی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود هر کجایی که جمع آمدی بندگان خدا شود و در همان جمع آمد پروردگار را یاد کنند، حبیب او محمد صلی الله علیه و سلم را یاد کنند، بعد این مجلس را ترک ساختن، بعد انجام این مجلس، بعد این جمع آمد، ناداه مناد من السماء، منادی از آسمان چی صدای زیبایی میزده است برای این نشست ما و شما، برای این ساعت ما و شما. قوموا مغفورا لكم، شما ای بندگان خدا در این یک ساعتی که ذوق گوش کردن یاد خدا دارین و برای گوش کردن آیت قرآن، احادیث های رسول اکرم از هر گوشه و کنار حاضر شدین. پروردگار میگوید این آمدن شما، این خراجات شما، این مهنت و زحمت شما مکافاتش این است که خداوند گناههای تو را میبخشد. همه آن گناهی که از تو صادر شد پروردگار به این یک ساعتی که در دل تو محبت و ذوق و شوق این ساعت بود، خداوند گناهاتون را میبخشد. از پروردگار خواهان او هستم که خدای مهربان، ما یک توده بندگانی هستیم که هر قدم ما سهو دارد، هر قدم ما لغزش دارد، هر قدم ما خطا دارد، هر قدم ما گناه دارد. خدای مهربان در این یک ساعت، در یک روزی که خیلی خوب و خیلی نیک ساعت است، خدای گناههای ما را مغفرت بفرما و خدایا برای ما چنان توفیق نصیب بگردان که آنچه که میشنویم به حقیقت این شنیدن ما عمل کننده باشیم. خدایا محبت ذات خودت را اصلا از دل ما دور نکن. خدایا همیشه در دل ما بازم محبت، حیبت و ترست را خدایا همیشه نگه دار. پروردگارا مگذار که ما بنده های بیراه شویم، ما بنده های بی توفیق شویم، ما بنده های راهگم کرده شویم، ما بنده های نافرمان تو شویم. خدایا اصلا نگذار که ما از جمله این گونه بندگان باشیم. و خدایا آن بندگانی که نافرمانند، آن بندگانی که در اطاعت تو نیستند، اونا از عبادت و اطاعت تو سر پیچیدند، خدایا دلهای اونها را نرم گردان، خدایا اونها را هدایت بفرما. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردان. خدایا مسافرهای ما را صحت و سلامت به خاندانشان برسان. تمام برادرانی که از راههای دور و نزدیک در این جمعه اشتراک دارند، در این مسجد اشتراک دارند، خدایا قدماشان حسنات، همه گناهاشان مغفرت، با صحت و سلامت خدای به خاندانشان برسان. آمین یا رب العالمین.
عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكون اعبد الناس وارضى بما قسم الله لك تكون اغنى الناس واحسن الى جارك تكون مؤمن واحسن الى جارك تكون مؤمن واحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلم لا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حضرت ذوالجلال و الاکرام پرسد از شبهه و حلال و حرام، پرسد از ما چرا چنین کردی، این گناه ساختی و آن کردی، تو که عبدی من که معبودم، امر و نهی که بر تو فرمودم، تو چرا برخلاف آن کردی، نفع خود را چرا زیان کردی، حد خود را چرا ندانستی در محلی که می توانستی. غیر شرمندگی چیروی جواب، وای آن دم به جان قطره آب. من از این حدیث آغاز این صحبت امروزه را کردم به خاطر آنکه برادر عزیز و گرامی اینجا جمله بود که به یکی از سوالهای اولینی که من جواب میگردانم وابستگی داشت و میخواستم که جمعه امروزه ما از سوال و از جواب عبارت است. آغاز صحبت از همین حدیث پیغمبری خدا آغاز شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود اتق المحارم تکون اعبد الناس. تو میخواهی که عابدترین بندگان خدا شوی، تو میخواهی که با آبروترین بندگان خدا شوی، آیا نمیخواهی؟ پروردگار گفت اگر تو خواهی که عابدترین، پاکترین، تازه‌ترین، با شرفترین بنده خدا باشی، از حرامهای پروردگار دور باش. هر چیزی را که خدا برای تو حرام اعلان کرد از او بترس، به او نزدیک نشو. تو میشوی بنده نیکترین بنده خدا میشوی، محبوبترین بنده خدا میشوی وقتی که تو از حرامهای پروردگار دور می ایستی. رجل یطیل السفر اشعث اغبر. حبیب خدا بیان کرد در بین اصحاب، مرد راه سفری را در پیش گرفت، بسیار در سفر مانده شد، بسیار خسته شد، حتی لباسهاش همگیش دریدند و مطعمه حرام و ملبسه حرام و غذی بالحرام. این آدمی که در سفر برآمده بود، طعامش از راه حرام، لباسها از راه حرام، خاندان، تأمینات فرزند و زن از راه حرام بود. یمد یدیه و قال یا ربی یا ربی فانا یستجاب لذلك. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند همین مردی که خیلی خسته بود، راهی درست، راهی عبادت برای خود اختیار کرد، شاید راهی حج بود، لیکن بازم این که این انسان طعامش از راه حرام بود، شرابش از راه حرام بود و حتی تأمینات خاندانم از حساب حرام بود. وقتی این آدم به گوشه رسید، شاید نزد خانه کعبه بود، دستهاش برداشت و خدا را زاره کرد. پروردگارا عبادت من قبول فرما،
خدایا مشقت راهی مده پاداش نصیب کن. حبیب خدا گفتند آیا این گونه انسانی که طعام او حرام، لباس او حرام، تأمینات خاندان حرام، آیا دست او پر میگردد؟ نه، پیغمبری خدا گفت آن چیزی که او به سوی پروردگار گفت او را خداوند نمیشنود، او را خداوند قبول نمیکند. به این خاطر حبیب خدا گفتم بنده های خدا، اگر شما خواهید که محبوبیت در پیش خدا پیدا کنین، از حرام های خدا دور باشید. در دوام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ حتی شخصی که در حدیث های به مال حرام و قال لبیک، در اطراف خانه کعبه لبیک میگفت، لبیک اللهم لبیک، فقال الله عز وجل لا لبیک ولا سعدیک. پروردگار چی گفت؟ نه لبیک قبول است نه تو آدمی با سعادتی. پروردگار در جواب او میگفت. راضی شو به آن چیزی که پروردگار به تو نصیب کرده است، می باشی بایترین مردم. حبیب خدا گفتند چیزی که در خاندان دارین ای بندای خدا، ما نمیدانیم که کی در خانهش چی دارد، کی تا چه اندازه شرایط دارد، لیکن شرایطی خودتان میدانین. حبیب خدا گفتند هر چی که خدا برای تو نصیب کرد به همون راضی باش، می باشی بایترین مردم. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردند لیس الغنى عن کثرت العرس ولکن الغنى غنى النفس. هیچ وقت مالی زیاد داشتن این بایی نیست. گفت پیغمبر این ثروتمند بودن انسان نشان نمیدهد وقتی آدم مالی بسیار دارد، بلکه آدم بای کیست؟ گفت پیغمبر ولکن الغنى غنى النفس، آن کسی که قناعت دارد در آن چیزی که خدا به او داده است. وقتی انسان آن چیزی که داراست به او شکر میکند وای بای از گفتم پیغمبری خدا. یکی گربه بر در زال بود که برگشت ایام و بدحال بود، روان شد بر مهمان سرای امیر، غلامان سلطان زدندش به تیر. همه رفت و از جان می دوید، همه گفت و از جان می دوید، اگر جستم از دست این تیرزن، من و موش و خانه پیرزن. قصه هایی که حضرت سعدی میارد که گربه‌ای که از موش قناعت نکرد ولیکن جای رفت که خواست پنیر استفاده برد، خواست دیگر غذاها را استفاده برد، لیکن وقتی تیری که در بدن خورد بعد گفت اگر خداوند جان مرا به سلامت نگه داری، من و موش و ویرانه پیرزن، من به همون چیزی که در خانه پیرزن بود کفایت میکنم، قناعت میکنم. سوم چیزی که من خواندم و احسن الی جارک تکن مؤمن، برای من همینش لازم بود نیکویی کنید به سوی همسایه می باشید مؤمن. السلام علیکم حضرت داملا حاجی مرزا، مثل فرزندهایم دوستت می‌دارم و حرمت میکنم. خوشبختانه پند و نصیحت‌های شیرین و پرتأثیر شما به این مردم شریف تاجیک خوبی‌های زیاد آورد. این را باید همگان درک کنند و دعاگوی شما باشند، چگونه که شما دعاگوی این مردمید. سوال دارم، خدا کند که جوابش حل مشکلات ما باشد. داملا همسایه دارم که 16 سال شد همسایه داری دارم، از جفای زیاد این امروز مجبور شدم که خانه را در سودا گذارم.
داملا خوب میشد کمی هم باشد اطراف حرمت همسایه چیزی میگفتید تا به این نافهمیه که تا به این نفرهایی که جمعه میخوانند لکن دشمن سرسخت او همسایه است، جمعه او چی نفع به او میرساند. داملا من بسیار به شما اخلاص بلند دارم و دوست میدارم. این برادر عزیز شکایتش به همه ما و شما معلوم، درخواستش به همه ما و شما معلوم. و امروز نه تنها این برادری که شکایتی از همسایه دارد، همه شما صاحب همسایه هستید، همه شما در پهلوی همسایه ها عمر به سر میبرید. پس وقتی که یک انسان شما جفا میدهین و وی مجبور میشود که حتی از پهلوی تو دیگر جای رود یا خاندان خود در سودا ماند، شما در جای او خودتان تصور کنید که اگر همین مثل خودتان اگر آدم گنده و ناخوب در روبرو می شدین که در دوام حدیث و احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلم، دوست بدار از برای برادر مسلمان آن چیزی را که برای خود دوست می‌داری. این حالت تو مسلمان میشوی، این حالت ایمان تو کامل است وقتی آن چیزی را که برای همسایه دوست داشتی برای خود دوست، یا برای خود دوست داشتی برای همسایه دوست بدار. اینجا ایمان تو، اینجا اسلام تو گواهی میدهد که این آدم اسلام دار است، این آدم ایماندار است. ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثوه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی برادرم جبرائیل از پیش پروردگار به نزد من آیت می آورد، همیشه در برابر آوردن آیت قرآن یک تأکیدات داشت، یک سفارش داشت که این مازاله گفت پیغمبر خدا، همیشه اینا جبرائیل میگفت. ببینین خیلی چیزی مهمه بود است که جبرائیل هر باری که می آمده است به پیغمبر میگفته است. چی بوده است؟ ما زال جبریل بالجار حتی ظننت انه سیورثوه. همیشه بر من میگفت ای محمد با همسایه ها نیکویی کن، با همسایه خوبی کن، همسایه ها را دوست بدار، نسبت همسایه نقشه بد مکش. نصیحت های بود از جبرائیل به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، آنقدر برای من تأکید میکرد پیغمبر خدا گفت که گمان بردم این که همسایه نیز مثل پدر و مادر و فرزندها از مال من میراث میبرده باشد. میراث بردن او در گمان آمد که شاید از تأکیدات زیاد پیغمبر همسایه هم میراث میبرده باشد. برادر عزیز و گرامی، تأکید جبرائیل این حاصل نیست، این شوخی نیست که وقتی که جبرائیل یکی از ملائکه های مقرب پروردگار دارای 600 بال پیک پروردگار، پیغمبر فقط و فقط تأکیدش بر همسایه نیکویی کن. این عادی نیست، این سخن جدی است، این بسیار مهم است. در نماز جمعه تو چگونه برادر عزیز گفتن، در نماز جمعه تو، در روزه تو، در مسجد تو، در عبادت تو هم نیکویی به همسایه رول میبازد، نقش میبازد. شما این فکر نکنید که آمده اینجا جمعه خواندی و تو از این بشارت هایی که در جمعه و در مجلس خیر خدا وعده کرد بهره‌ور شدی و رفته اونجا همسایه رقم دادی و از این ثواب دست نشو. این معنی را ندارد که تو پایبند نماز و این جانب برادرای مسلمان تا دقت و غم دهی باز نماز تو پیشگاه خدا در قدر و قیمت داشته باشد. نه برادری عزیز، این نیست. همون حدیث های پیغمبر خدا که بسیاری روزداری هست که به او گرسنگی و تشنگی رسید، بسیاری شب زنده‌دارهایی هستند که به او فقط همون مشقت شب رسید لیکن از ثواب چیزی نگیرید.
همین انسان هایی که با همسایه بدن، ناخوبن، چشم نادیدن، دشمن همسایه همچون تصور کن که این جمعه تو و این نشست تو به فایده جان تو حل نمی شود. برای چه پیغمبری خدا گفتن افضل ترین مسلمان همون مسلمانی که از دست و زبانش کسی آزار نیابد. این است نشانه ایمانداری ما، این است نشانه اسلام داری ما. این چی بود است که حتی من نماز جمعه آمدن نتوانم از خطر همسایه که مبادا که همسایه یگان زیانش در این ساعت به خاندان من نرسد. ببین از خانه بیرون شدن نمیتونه بعضی آدم از حساب خطر همسایه. خب بچه بدبخت دارد دخترها را مثال در نقشه میدازد، یا دختری بیراحه دارد که دخترای همسایه را گویم که گرفتاری بدبختی میکند، یا زبان همون همسایه خودش یا زنش بده هست که گویم همیشه پیوسته همسایش آزار میدهد. اوی چی بدبختی است؟ این خوشبختی است؟ برای این برادر عزیز همه تو صاحب همسایه ایم. فراموش نکنید این تاکید جبرائیل به پیغمبر خداست. این فقط به پیغمبر نیست. پیغمبر خدا اگرچه دشمنهای سرسخت خدا قطع همسایه بود لیکن با اونا خوشبختی میکرد، اونا را آزار نمیداد. امروز ما خدا را شکر که همسایه‌های مسلمان داریم، ایماندار داریم. اینا قد باید رفتار خوب کنیم، اینا را باید همیشه ما در حقشون دعاگو باشیم، نه اینکه مثال در حق اونا دعای بد. ولی امروز بدبختی ما انا همین است که ما مسلمان ها همسایه مانده حسد داریم، همسایه مانده کینه داریم، همسایه مانده بغض داریم، همسایه مانده در خلوتی غیبت میکنیم، همسایه من در یک پستی زند گویا که در خانه ما توی باشد. باور کنیم برادر عزیز و گرامی، امروز این بدبختی ما مسلمان هاست. ما برادرای ایمانی و اسلامی است که در پستی همسایه خرسندیم. یک مشکلات بالاش آمد ما و شما خرسند میشیم، ولی فکر نمیکنی که خداوند همه را دیدگی است. یک امتحانی است. شاید تو انسان خدا امتحان کنه که کنی تو در حالت یک برادر مسلمان مشکلات در افتیدن در تو چه تصور میکنی؟ برعکس برادر عزیز بگذار همسایه ما در علم از ما بالا باشند، در پول هم از ما بالا باشند، در خانه های زیبا هم از ما بالا باشند. بگذار اولادن همش پشت به پشت پولدار و مالدار و ملا و ایشان چیزی که نباشد. اما کارمون با اونا چی؟ ما در حقشون دعاگو باشیم که خدا انصافشون دهد که مثال یک حق همسایه داری و یک کمکی در همسایه داری داشته باشند. نقشه بعدی ما در حق اونا چی فایده داره؟ یا ابازر اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک. سخنهای پیغمبر خدا برای ما باید الگو باشند. برادر عزیز، و پیغمبر وقت تر محبتت، وقت دوستداری تو به پیغمبر خدا آشکار است و معین است و افاده میکند که وقتی تو پیروی گفته پیغمبر خدا باشی. این چی معنی دارد که من پیغمبر از خدا و از پدر و از مادرم دوست میدارم لیکن سخن پیغمبر خدا را هیچ وقت اجرا نمیکنم؟ این معنای محبت نداره. برای این پیغمبر خدا را ببین دادر عزیز چی میگوید؟ برادرایی که همسایه ها را آزار میدین، ببین پیغمبر خدا چی میگوید؟ پیغمبر خدا گفتن ای ابازر، و ابازر مثل ما و شما بیچاره در یک روز 3 وقت خوراک پختن نمیتونید. آیا ما امروز سحر هم خوراک میخوریم، نصف روزی هم خوراک میخوریم، بیگاه هم خوراک میخوریم. این معنای را دارد که ما شرایطی 3 وقت خوراک خوردن داریم. یعنی در خانه‌مون اونقدر اسباب انجام داریم که گرسنه نمیمانیم. لیکن صحابه پیغمبر یک وقت خوراک بیچاره نداشتند. یک وقت خوراک. به نام خدا وقتی مهمان به خاندان پیغمبر خدا آمد، خاندان تمام صحابه ها را گشتند که کدام خانه تیار است که مهمان قبول کند. هیچ خانه بیچاره شرایط نداشت که مهمان قبول کند. حتی حضرت علی رحمت الله علیه چی گفت؟ حبیب خدا گفت من صدقه مهمانهای تو میشوم، لیکن در خانه بغیر یک کاسه از آب چیزی وجود نداره. یک کاسه آب قدی مهمان قبول میکردن. امروز 3 وقت خوراک میخوره. شرایط ما خدا را شکر که به 3 وقت خوراک هست. 3 وقت جمع باشد 2 وقت هست. مقصد شکممون امروز 3 رفت. اگر شما مقایسه با اون زمان ها کنین، امروز ما از بایهای اون چنده ماها باییم.
لیکن ببین ابوذر چی گفت پیغمبر خدای؟ ابوذر وقتی که در خانه خوراک میپزی، اون بیچاره خوراکاشون باور کنین اون محصولاتی که امروز در دیگ ماست، این محصولات هم در دیگاشون نبود. این کارتوشکا را بین، این سبزی را بین، این قلنفو را بین، گوشت را ببین، زیره را ببین، تمام این محصولات در داخل دیگ منجای میکنید. اونا شاید بیچاره ها یک نمودی محصولات داشته بود. لیکن ابوذر چی گفت؟ ابوذر گفت وقتی که دیگ در جوش آمدن در آمد، فاکثر ماءها، باز آبش بریز. ببین آب دیگ زیاد کن. و چی خاطر؟ آخه آب دیگ که زیاد کنه او بیچاره او خوراک خودش او لذتی نداشت، باز بی لذت میشد. لیکن محبت ببینین، لیکن دوستداری را ببینین که پیغمبر خدا به ابوذر چی گفت؟ آبش زیاد کن و تعاهد جیرانک، از دیگ تو باید همسایه‌ت هم بهره‌ور شود. از حساب دیگ یک چیزی که پخته میکنی به همسایه‌ات تقسیم کن، دیگ آبش زیاد کن. ولی امروز ما تا اندازه باور کن بی رحم و بی انصافیم که دیگ ما در همون مسرکه میریزیم، همسایه را نمیتیمش. یک وقتایی بود این دادن، یک زمانی بود که همسایه را تقسیم میکردن. امروز همین بی مهری و بی شفقتی و نمیدانم چی به سر ما و شما آمده است. حتی زیادی کرد دادری عزیز. با همون عائلت بگو که گپت میگذره زنده همون در برسان که زنه همین دیگی زیادی کرد، مبادای در خرید نریزش، یا در همون عرابه‌ای که در موسر میپرتن در اون نریز، در یک طبق بار که همسایه را بردتی. و مرحمت این نشانه ایمانداری تو، نشانه اسلامداری تو، نشانه آن است که تو در اصل بنده خدایی، تو در اصل امتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلمی. این است معنای محبت به پیغمبر و محبت بر الله. وقتی که ما اجرا کنیم سخنها را. والله لا يؤمنوا والله لا يؤمنوا والله لا يؤمنوا. قیل من یا رسول الله. حبیب خدا با خطاب گویم خیلی با یک حالت ناراحت 3 بار تکرار کردن قسم به نام پروردگار ایمان ندارد، قسم به نام پروردگار ایمان ندارد، قسم به نام پروردگار ایمان ندارد. ببین 3 بار از زبان پیغمبر ایمان ندارد، قسم به خدا ایمان ندارد، قسم به خدا ایمان ندارد، قسم به خدا. پیغمبر قسمی بر خدا خورده است. حدیث صحیح از پیغمبر است. قیل من یا رسول الله. صحابه وقتی پیغمبر خدا را با این برآمد دیدن، در حال گفتن حبیب خدا این در حق کیست؟ کیست آن کسی که قسم به خدا که ایمان ندارد؟ حبیب خدا چی گفته؟ الذي لا یأمن جاره بوائقه. حبیب خدا گفت این همون انسانی هست که همسایه از درشتی او، از دشمنی او در راحت نیست. ببینید همسایه‌ای که همیشه خطر دارد، همیشه در ترس است که از این همسایه من به سر من یگان زیان و یک ضرر خواه این ساعت خواه فردا من منتظرم. مقصد دائم در دل خود از همسایه ترس دارد. پیغمبر خدا گفت این گونه شخص به نام خدا گفتن ایمان ندارد. در روایت مسلم به ذیل دیگر آمده است، مسلم دیگر روایت کردن که جنت نمی درآید همون همسایه‌ای که همسایه پهلوی او در ایمنی نباشد، در راحت نباشد، جنت نمی درآید. گفت قسم به خدا گفتن برادر عزیز و گرامی، وقتی که شما جمعه میایین، وقتی که شما پایبند جمعه را دوست می‌دارین، خوش به حالتان، خوش به حالتان جمعه دوست دارین، موعظه دوست دارین، خوش به حالتان که از خدا میترسین. لیکن این پهلوش هم شما فراموش نکنید که ایناش هم سخن خدا و رسول الله است که همسایاتون حرمت کنید. فقط به ظاهر انسان باید که ایمانداری اسلامداریش نشانه دهد. گفتی همون صوفی علیار که ظاهرا خود خرقه پوشی ها
ظاهرت بسیار حرقه پوش است، بسیار ظاهرت خوب است. کسی که ببیند اگر در حال یعنی با این میرود که این آدم خیلی ایماندار است، خیلی اسلامدار است. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. این چه طاعت چه بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. در اون همه فریب، در اون همه مکر، در اون همه سیاهی، در اون همه دشمنی، از ظاهر دیگر چی است؟ سر را به زمین چی میبری وقتی نماز؟ آن را به زمین ببر که در سر داری. و یک سجده کردن ظاهرا مقصد مطلب حاصل نمی شود تا اگر ظاهر تو پره خدا ترس نکنی، تا که پره تو با عملت با زبانت اگر عمل کننده نباشی. و این خاطر برادر عزیز و گرامی، من انشاءالله در اطراف همسایه‌داری ها باز شاید صحبت های داشته باشم، لیکن برای آدمی با فهم گفتی همون محمد صاحب ایرانی یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی با فهم خودش یک نکتهش کفایت میکنه که با همسایه خوشبختانه باشین، نیکویی کنین، دوست دارین همسایه هاتون، دوست دارین، پشتیبانیشان کنین، در هیچ وقت اونها را دشمنی نکنید. خب السلام علیکم دولای عزیز. برای چی که فقط روز چهارشنبه به شهیدها زیارت می روند حال آنکه بزرگوارها نیستند؟ زیارت روز مخصوص ندارد، اگرچه وهبه زحیلی خدا رحمتشان کند در کتاب فقه الاسلام و ادلته در کتاب جنایز میارد که روزهای جمعه و شنبه، روزهای دوشنبه و پنجشنبه، مثلا اگر شما زیارت اولاد اجدادی که دارین رفته زیارت کنین، در حق اونا طلب مغفرت کنید، این خوب است. گفتن این خوب است، لیکن مخصوص روز چهارشنبه اگر رفته و مثال مخصوص روز چهارشنبه باشد، ما اینا در هیچ جا ندیدیم و این معلوم است که هیچ اعتبار هم ندارد. و این خاطر شما کدام وقتی که زیارت می رویم، مراد از زیارت همه ما و شما می دانیم این عبرت گرفتن است، چگونه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث های مبارک می گوید. با همین خاطر ماها حق زیارت داریم. زیارت رفتن ما و شما البته درست است، ما رفته زیارت میکنیم، در حقشان دعا و مغفرت میکنیم، در حقشان آیت قرآن میخوانیم، لیکن مخصوص فلان روز من روم، اکو فلان روزش هیچ ضرورتی ندارد. شما میتونید که هر وقتی که نباشه رفته در حقشان دعا کردن بگیرید، این باکی ندارد. روزه به نماز شام دخالت دارد یا نه؟ نه هیچی دخالت نه. همین نماز شام که آمد آدم روزه‌دار روزش شکایدن میگیرد، دیگر و اذان میدهند نمیدهند، نماز شروع میکنند نمیکنند. مقصد که اصلش همین صدای اذان از اذان که داده شده روزه کشاده شود. لیکن در بسیاری وقتا که در ما که رعایت نمیشود، بسیاری وقت مثال اذانها را دیرتر ما و شما اذان میگوییم، خب مثال وقتاش قدی جدا کرده که نمیتونیم، و همین خاطر میبینیم که اگر وقتی شام که در آمد ما اگر روزه را مثال کشادیم هم این یگان گناهگاری ندارد. السلام علیکم دانا، ما یک گروه جوانان با شما یک سوال داریم. در محله ما یک مسجد نو کشاده شده است، آن مسجد بین دو کوچه می باشد، ولی امام مسجد ما یک شخصی بیریش می باشد و نماز را یعنی نماز 5 وقته را در وقتش با مسجد نمی آید. وی عالم نیست، عامی است. آیا از قفای نماز خواندن درست است؟ اینقدر عامی باشد در نمازهای 5 وقته نباشه، ریش نداشته باشه، کجا میخوانه پس نماز؟ نخواه که در همون محله یک آدم یافت نشود که اهل علم باشد. اوی محراب البته جایی هست که انسان صادق، خدمتگار، دلسوز، عالم،
از فرض و از واجب و از گویم که مستحب و مکروه و مفسد و از دیگر عملها درک دارد، بعد در مردم امام می شود و گویم که همون هر یک قاعده و قانونی که در نماز است اجرا کردن بگیرد. اگرچند که امروز محراب ها البته آن گونه‌ای که برادر ما یاد کردن همچنان هم هست، امام هایی که مثال هست عالم ها در همه جا حضور دارن، لیکن یک آدمی بی سواد نماز مردم ها میخوانند. پر خیلی مسجد ها هم وجود دارد، لیکن یقین دانند که همون کل قوم در پیشگاه خداوند گناهکارند. برای همین حق محراب حق عالم است. بله، محراب جای عالم است، جای انسانی که از تمام گویم آن چیزی که برای عبادت مردم لازم است همون امام درکدار باشد. شاید که این به انصاف خود همون هاست. اگر انصاف کنن و گویم بچه ما بی سوادم، خب باشد یگان جوانی که با علم است، خواندگی است، از مسئله و مسائل درکدار است، مرحمت بچم جای توست، این انصاف او میبرد. خوش به حالش که آدمی ایماندار خدا ترس است. لیکن نه کامو زوم کده در هموجا ایستاده گوید مده فرقی ندارد، خیش با فردا پیشگاه خدا هست که امروز شاید زور قوم نرسد، شاید که قوه قوم به او نرسد، لیکن با فردا پیشگاه خدا هست. این شام فراموش نکنم. السلام علیکم داملای عزیز. اینجا 4 سوال داده است. آیا ملایی که عاق پدر و مادر باشد امامتی او درست است یا نه؟ یک امامی که پدر و مادر عاقش کرده است، یعنی پیش درآید نماز مردم خواند، درست هست یا نیست؟ در فتاوای دارالمحتار و فتاوای شامی و فتاوای یعنی دارالعلوم دیوبند من امروز نگاه کردم سحر، همون دلیلی که حدیث رسول اکرم که از پس هر یک نیک و بد نماز خوانید، همین دلیل آوردن که اگر عاق پدر و مادرم که باشد نماز از پس او درست می شود، نماز از پس او درست می شود. لیکن با کراهیت گفتن، چه فتاوای دارالمحتار، چه فتاوای شامی، چه فتاوای دارالعلوم دیوبند، همش با همین رفتن که با مکروگی درست می شود. مقصد نماز از گردنشون ساقط و با ثواب کم. لیکن اگر شخصی باشه در اونجا که از او بهتر و از او عالمتر و پیش درآید که تا که این شک شبهه که مردم به او دارن همون شک شبهه از دلشان دور شود، این بهتر و خوبتر گفتن. این خیلی بدبختی است که وقتی یک اهل علم عاق پدر و مادر باشد، این بدبختی است. برعکس باید که اهل علم برای مردم اینا یک عبرت باشند، یک درس باشند. این چیل اهل علم است که پدر و مادر عاقش کرده است. ببینین حالا که برای این امام از همه ضرور که حبیب خدا میگد رضای خدا در رضای پدر و مادر است، غضب خدا در غضب پدر و مادر است. شما ببینین حتی رسول اکرم میگد که دعای پدر و مادر در حق فرزند مثل دعای پیغمبر در حق امتش است. عجیب امامی که عاق پدر و مادر باشد با امامی میکند، این خیلی عیب است. گویم هم غلط نمیکنه که امام عاق پدر و مادر. مولای ما میگوید که درست است، ما از دوشنبه آمدیم. مولای شما هم نادرست نگفتن، درست گفتن، از پسش نماز خواندن درست است. لیکن باز میگویم با کراهیت درست است. اگرچه عاق پدر و مادر است، این بدبختی خود همون آدم است که در پیشگاه خدا برای حرمت نکردن پدر و مادر جوابگر است. دوم، ملا امامی که دشنام دهنده باشد از پس او چی؟ اگه ملا امامی که دشنام کننده هم که باشد از پس او نماز درست می شود. لیکن باز میگویم
ملا باید که عبرت برای مردم باشد. ملا باید عاقی پدر و مادر نباشد. ملا باید که دشنام دهنده نباشد. خود همین کلمه ملا را ببینین چی است؟ خود پر از علم، پر از حکمت، پر از اخلاق ملا میگه. بعضیا تحلیل کردن مول یعنی پوری اخلاق، پوری علم، پوری حکمت. لا چی؟ لا معنای را دارد که یعنی ملا باید دارای حسد نباشد. لا کلمه نه یعنی حسد نداشته باشد، کینه نداشته باشد، فخر نداشته باشد، تکبری نداشته باشد، دشنام نداشته باشد. باید اینا در ملا نباشد. زیرا مردم ملا را دیده به ملا پیرو میشوند. وقتی ملا اگر عاقی پدر و مادر باشد، پس ممکن که اگر قومش گوید خیلی زلالی ندارد که ببین مثال ملا من عاقی پدر و مادر با پیش در آمده است. یا شاید ملایی که دشنام دهنده باشد، مردم گوید خیلی دشنام دادن درسته که همین ملا دشنام کردیسته. حالا که دشنام هم آدم فاسق میکند. همین دارالعلوم دیوبند ملای دشنام دهنده را و ملای عاقی پدر و مادر را حکم فاسق دادگیند. گفتن فاسق است، از پس نماز خواندن درست لیکن به کراهیت. سیوم، ملای ما میگوید که اگر از پدر و مادر دیده ملا را دوست داری گناهگار نمیشوی. این برادر عزیز ما گفته است که ملای ما میگوید که اگر از پدر و مادر دیده مثلا ملا را دوست داری گناهگار نمیشوی. یگان گپی گنده نگفته است، یگان گپی غلط هم نگفته است. فقط اینا کمتر وقتی گفتند مشکل قبول شد، لیکن اگر معناش اگر شما خوب اندیشه کنید، همین پدر و مادر چگونه برای فرزند مهربان است، همون ملا هم برای همون فرزند مهربان است. چگونه پدر و مادر میخواد فرزند در هدایت در راه راست کند، همون ملا هم هدایت راه راست فرزند میخواهد. برای همین میلش من طرز دیگرش برای شما میگویم که شما پدر و مادر را زیادتر از ملا دوست دارید. پدر و مادر را زیادتر از ملا دوست دارید، زیادتر از ملا احترام کنید، لیکن از محبت و اخلاصتون ملا را هم دور نکنید. ملا را هم دوست دارید، زیرا ملا خیرخواه شماست، برای شما خیر میخواهد. من یک روز همین بازار شهر رفتم، خیلی زیاد بازار بریم، همین یک چیز دیدم، به خدا قسم بسیار شکرگزار به سوی خدا شدم. وقتی در بازار در دکان طرف گوشت فروش ها میگشتم، نگاه کردم که یک 3-4 دکان در بالاشون همینطور یک لطه پرتافتگی و وقتی پیشین بود اونو پیشین رفته بودن. دکان بند نبود، دکان قلف نداشت، فقط یک لطه در بالاش پرتافتگی و پیشی خانی رفتن. من پرسیدم اینا کجادن؟ گفتم پیشین ده. چی خلاصه برآوردم؟ ببین تا چه اندازه نصیحت اهل علم و ملاها تا جای رسید که دیگر مثل دکانهایی که در مدینه و در مکه می دیدیم، یک بند میکشیدن و میرفتن از پای نماز، کسی به مال کسی کار نداشت، همون به نام خدا من در بازار دیدم. این تأثیر کیست؟ آیا این تأثیر ملاها نیست؟ البته تأثیر ملاها هست، تأثیر اهل علم هست. و شناس کرد که این مال تو نیست، برای این مال در پیشگاه خدا جواب میگویی. فردا روز قیامت است، فردا جوابگری است، فردا در بین مردم روسیایی روی سفید کردن است. اینا را وقتی در ذهن او جای کردن، امروز ببین خدا را شکر که دکانشان نابسته پیشین خانه میرسن. آیا همین معنی را ندارد که ما ملا را هم دوست داریم؟ شما یک زمان قبل ببینید در ماشین ها ما همو گویم که آینای بکوای میگه، همو در بکوایش میمان، نه مگنیتوفون ها در درون ماشین میمان، حتی چرخهای ماشین ها ما نمیدزدیدن. امروز چرا الحمدلله که این نیست؟ اگر باشه هم ببینید خیلی و خیلی کم است. ما این برادرای حتی ارگانهای داخلی را میپرسم صف جنایت خیلی در شهر، میگه خیلی کمه. خدا را شکر میگیم که خیلی کم است. این تأثیر داره.
امروز فرزندای ما پدر مادرها را حرمت دارند. امروز فرزندای ما زناشون را طلاق نمیکنند، زناشون را دوست داشتند، خسور و خوشتامنا را حرمت دارند. اینا چی هست سببش؟ سببش انمین موعظه هایی که اونا گوش میکنن و رفته در خانه عملی میکنن. چرا مولا را دوست نداریم؟ مولا را دوست میداریم زیرا پیغمبر خدا انزل الناس منازلهم گفتند شما هر آدم در جای خودش شنانید. مراد مقصد اگر البته یک مولای آمد که نصیحتگر دلسوز نیکخواه است، اگر او را بالاتر هم که شناندین و حرمتش که کردین شما ثواب میگیرین. گفتن به زنهاری به صد زنهار زبان از رنجش مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد ز آزار دل مرد خدا شد که 100 بار این جهان از آه دل سوخت ولیکن به ادب عبرت نآموخت. شناس ای کور دل آتش نفس را بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم ز بی اخلاصی آدم شد ز سگ کم. برادر عزیز و گرامی حضرت بیان دارد که زنهاری به زنهار شما را مورد به احترامی قرار ندهید. اگرچند امروز بعضیا برادرای ما و شما هستند که کمتر خلوت یافتند، مثال یک سنگ در گویم آبرو یا قدر و قیمت یک برادری که برای او نصیحتگر است میزنند که این به فایده شما نیست. شما هیچ وقت با این سخنهای دغل یا دروغ یا بی حرمتیتان شما هیچ وقت برد نمیکنید، نامه اعمالتان بای نمیشود. دوست داریم برادر عزیز و گرامی، انشاءالله دوست داشتن شما هم نشانه ایمانداری شماست. وقتی که ملائکه ها، وقتی ماهی های در بحر، وقتی مورچه ها در الچه های خود در حق عالم ها طلب مغفرت کنند، دیگر چی جای وصلش میماند؟ امروز همون پدر و مادری که تو از ملا ده من تو را دلالت دارم دوستش بدار، همون دوستی که در دل تو بیدار کرد همون ملا بیدار کرد و ایلا تو پدر و مادرم نمیشناختی. تو همون پدر و مادرم حرمت نمیکردی، به قدر پدر و مادرم نمیرسیدی، با پدر و مادر تو را همون ملا شناس کردگی است. برای همین دادر عزیز بله ملا را دوست داریم، ملا را حرمت کنیم به قدر ملا. من برای خودم نمیگویم، به نام خدا من شرم دارم خود من ملا گویم. من فقط آن چیزی که در کتابهای خدا دیدم، در احادیث های رسول اکرم دیدم، همون بیان دارم که شما اینا را دوست دارین. دوست داشتن اینا هم برای شما ثواب است، برای شما خوشبختی میاره. با اهل حق شوی خشم و ستیزی و فردا در صف انکار خیزی. اگر با اهل حق، با اهل علم اگر خشم و ستیزه داشته باشی، مولوی جنون میگوید با اهل حق شوی خشم و ستیزی و فردا در صف انکار خیزی. روز قیامت در صف آن منکران خدا تو سر میبرداری. خب یک سوال دیگر میخوانیم. السلام علیکم داملای شیرین زبان اکای حاجی مرزا، با شنیدن این سخنان پر مضمون شما شکر خداوند میگویم که چنین پیشوا داریم. خداوند شما را در پناه خودش همین خیل آبرومند نگه دارد. و من با شما یک سوال دارم، از شما خواهش میکنم سوالم را با پرروی جواب گردانید. سوال چونه من یک زن از شوهر جدا شده و فرزند دارم. بعد 5 سال جدایی به کارخانه در آمده کار کردم و جوانی 21 ساله با من همکاری داشت و گفتی خودش دوست داشت. هرچند میفهماندم که من از شما 6 سال کلان هستم، با این سخن من گوش نمیداد. حتی با من روایتی می‌آورد که پیغمبر ما زن او از او چندین سال کلان بود، ما امت او میشویم، پس چرا این کار را من نکنم؟ گفته با من چنین سخنها میگفت. و داملای را از محله خودمان که در وحدت زندگی میکرده است سوال دادم. زنی از خودم کلان و فرزند دارد، دوست میدارم، میگیرم. داملا با روایت‌های خوب اجازت داد. برای گرفتن گفته خرسندی میکرد و از این کار
خانواده آنها نیز آگاهی داشت. این جوان با پدر و مادر من گپ زده بود. از این کار 3 سال گذشت. همین سال 5م کورس را تمام کرده دیپلم را گرفته تو را به توی تماشا به خانه پدرم به وحدت میبرم گفته هوس میکرد. او اما خداوند او را با توی دامادی عروسی انیقترش با نکاح مسلمانی نرسانید و تمام آرزوهای شیرین او در دلش ماند و او از این دنیا ناامید با دنیای آخرت رفت. شما بگویید که خداوند در این دنیا ما را با یکدیگر نرسانید، در دنیای آخرت میرساند یا نه؟ چون که میگویند که برای بنده مسلمان در آن دنیا زندگی شیرین و از این دنیا هم زیباتر دنیا هست. و من از شوهر خود ناراضی در آن هستم که زن گرفت و به یگان گناه مرا 3 طلاق 3 بار گفت و از خانه پدرش با 3 فرزند برآورد. این پدر سنگدل از فرزندانش خبر هم ندارد. نه در این دنیا راضی هستم نه در آخرت از شوهر خود، چون که با قدر دوستداری و خدمت من نرسید و از من فرزندانم رو گردانید. با احترام مخلص شما، یک خواهر اسلامی. خواهر عزیز، مثلا اون دوستداری که اون جوان کرده است با زمین اون که تو فرزند داشتید، با زمین اون که تو از او 6 سال کلانم که بودی، این اسلام نه نمیکند که مقصد نادرست است. این به همون خواهش مرد وابستگی دارد. اگر خواهد 6 نه اگر 20 سالم که کلام باشید او خواهد که تو را گیرد، اسلام این در رخصت میدهد. برای همین مادامی که شما به نکاح نرسیدین، اگرچه در دنیا هم یک جایه نشدین، در آخرت هم برای شما این جوان نصیب نمی شود. چگونه ای که اگر در دنیا او با نکاح مسلمانی تو را می گرفت، آخرت هم همراهش بودی. یکی وقتی در دنیا که تو به نکاح او نرسیدی، آخرت هم از او تو محروم هستی. برای می خواهر عزیز صبر کنین. عاشقی فایده ندارد. فقط به سوی خدا رجوع کنید. از خداوند عفت پاکیزگی طلب کنید. خدا خواهد انشاءالله اگر شما خواهر ایماندار و خواهر خدا ترس باشید، شاید از این جوانی که خدا رحمت و مغفرتش کند از این ده بهتر شبا خداوند برای شما نصیب کند. فقط برای شما صبر در کار، عفت در کار، پاکیزگی در کار و گویم که دل دادن به هر کس، اینش از جانب شما خطاست، اینش از جانب شما نادرست است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر حاجی مرزا، من یک دادر اسلامی شما از شهر دوشنبه. من این مکتوب را با دست همسایه روان میکنم. من با برادری که یک جای کار میکردیم، وای بچه مهربان حلیم بود، مرا مثل برادران خود حرمت میکرد، منم مثل برادری خود حرمت میکردم. من به وسوسه شیطان به کار او خیانت کردم و به من درس عبرت شد. چیکار کنم که از گناه من گذرد؟ از فکر بسیار و کسلی عصب مبتلا شدم، ببخشید. این دادر عزیز در کدام کارخانه کار میکرده است که سردار این کارخانه با او مهر داشته است، حرمت داشته است، لیکن با عیب خود این دادر که ما در حق او خیانت کردیم و او ما را از این کار پیش کرد. پس من چیکار کنم که خدا گناه مرا بخشد؟ مقصد اگر یگان مبلغی از او کارخانه گرفته باشی، برده در صاحبش میدهی، عذرخواهی میکنی، خدا تو را میبخشد. لیکن اگر یگان طرز دیگر باشد وابسته به همون برادر است، شما رفته از همون آدم عذرخواهی کنید، همون آدم شما را بخشد، الله شما را میبخشد. بله دادر عزیز، این خیانت باید برای شما درس باشد. کسی که در کجایی که خیانت کرد، عاقبت البته دزدی و خیانت هیچ وقت پایندگی نیست، همه وقت شکست است، همه وقت به آبرویی است. خدای مهربان این جمعه را از ما و شما قبول بگرداند. برادر از قربان شهید پسر بابای حسین، بابای حاجی حسین، اینجا یک کمک آوردن برای بینای نوی که ما و شما آمادگی او را داریم که این برادر ما بابای
حاجی حسین فرزنداش در همین مسجد هم بسیار کمک های قبلا هم زیاد کردگی بودن. برادر ما همسایه بیگ مراد در حق پدرش بابای تقی مراد که یک مبلغ دادن، خداوند بابای تقی مراد هم رحمت و مغفرت بگرداند. یک برادر ما دیروز به نام جاوید که یک کمک برای مسجد آوردن، خدای مهربان عمرش دراز گرداند و همه عبادتاش قبول بگرداند و همیشه خدا این جوان دلسوز و محب و مخلص اسلام نگه دارد. برادر شریف و عبدالمؤمن شیرمت خان از کارمندان ارکیتکتور خدمت کردند. بله حجتای ما را همین برادرها برای همین بینای نو، چه اکای شیرمت خان و چه برادرمان شریف و چه عبدالمؤمن که بسیار در یک روزهای نزدیک حجتها را ترتیب دادند، بود کردند. خدا عمرشان دراز کند و به همه نیکی های دنیا و آخرت خدا موفقشان گرداند. برادر سفر از بازار زبچه است. عزت الله از قرغان تپه فرزند طلب است. برادر مرادعلی مشکلاتی دارد، گفتن دعا کنید. در حق کسانی که در صندوق خیریه دعا میکن خیر کردن. خدای مهربان این بنده هایی که نامگیر شدند و اون برادرایی که دستی به خیر احسان دارند، خداوند همه مشکلاتاشون با فضل و کرم دور بگردانی، آرزو و امیدهاشون خدای حاصل بگردانی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین. خداوند همه شما را در حفظ و امانش نگه دارد. خدا خواهد جمعه آینده هم باز سوال هایی که در دست من ماندن من جواب اونها را به شما میگردانم.